سلام شهرزاد کیکیای عزیز، اومدیم با دستور یه بامیه ترد و بازاری. مقدار دقیق مواد لازم رو براتون توی کپشن نوشتم. آب و نصفی از روغن رو توی مایتابه میریزیم و اجازه میدیم تا به جوش بیاد. وقتی آب شروع کرد به حباب دادن تمام آرد رو یکباره اضافه میکنیم. دقت کنید که شعله گازتون کم باشه. آرد و آب رو خوب تفت میدیم. موقع تفت دادن روغنم رو توی 2 مرحله دیگه به خمیر اضافه میکنیم و دائم هم میزنیم. این مرحله رو بهش میگن داغ زدن و حدود 15 دقیقه طول میکشه. داغ زدنمون که تموم شد، خمیرمون رو به یه ظرف دیگه منتقل میکنیم تا خنک بشه. موادمون که خنک شد، تخم مرغ‌هامون رو توی 3 مرحله اضافه میکنیم و هر بار با همزن خوب هم میزنیم. وانیل رو اضافه میکنیم و باز با همزن خوب هم میزنیم. خوب که مخلوط کردیم، شربت بارمون رو اضافه میکنیم و دوباره با همزن خوب هم میزنیم. توی مایتابه روغن ولر میریزیم. موادمون رو توی قیف میریزیم، سر قیچیمون رو یکم چرب میکنیم و شروع میکنیم این شکلی موادمون رو قیف زدن و قیچی